است که حکم روزه رمضان چیست؟ و جوابشم روزه ماه مبارک رمضان بالای هر مسلمان فرض عین می باشد. فرض عین خو ما شما میفهمیم که منظور از فرض عین این است که یکی فرض کفایی است، یکی فرض عین است. مثلا نماز جنازه فرض کفایی است. در نماز جنازه وقتی که مثلا ما شما نماز جنازه را میخوانیم، مثلا در جنازه 100 نفر میره و دیگه مردمایی که در شهر هستن یا نمیرن، اینمی 100 نفر که نماز جنازه را خوان اینمی کفایت کرد از دیگه مردم. از این خاطر این فرض کفایی میگه که یعنی اگر یک تعداد مردم رو انجام بده، دیگه مردم ما باز اگر انجام هم نداد اما کفایت میکنه. اما فرض عین چی است؟ یعنی بالای هر کس مشخص سرش فرض است. پس اگر تو روزه بگیری ما روزه نگیریم از ما ادا نمیشه. از این خاطر عین است که یعنی سر هر انسان عیناً سر از اون نفر فرض است که باید او روزه بگیره. پس از این خاطر در کتاب میگه که روزه ماه مبارک رمضان بالای هر مسلمان فرض چی میباشه؟ فرض عین میباشه. خب این حال وقتی که ما یک حکم شرعی را میگیم که مثلا این فرض است یا واجب است یا سنت است یا مستحب است، به خاطر اینکه از دایره دین نبرایم، بدعت نشه، باید ما دلیل داشته باشیم و دلیلش باید از قرآن باشه، از سنت باشه و از اجماع باشه که این میره. بله در قرآن گفته که چی است. این حال اینجا میگه دلیل فرض بودن رمضان چی است. حالا تو میگی که ماه مبارک رمضان فرض است، دلیلش چی هست؟ میگه که جواب روزه ماه مبارک رمضان به اساس آیات قرآنی، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع امت اسلامی فرض عین می باشد. از این خاطر ما گفتیم که این فرض است، چرا که دلیل داریم از قرآن، دلیل داریم از سنت، دلیل داریم از اجماع. خب الف دلیل فرضیت روزه رمضان از قرآن. مثلا در قرآن چی گفته قرآن که روزه بالای ما فرض است؟ آیت شریف است، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پس در این آیت شریف سعی کنید میگه یا ایها الذین آمنوا، پس خطاب برای کی هست؟ برای مؤمنا هست. یعنی حکم برای کی است؟ برای مؤمن است. از این خاطر علما گفتن که سر کافر روزه فرض نیست. خب یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کتب علیکم الصیام، فرض شده بالای شما روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، مثل که فرض شده بالای کسانی که قبل از شما بود، لعلکم. اینجا کتب به معنای فرضه، یعنی که فرض کرده شده است. پس نظر به این آیت شریف روزه ماه مبارک رمضان بالای هر مسلمان چی است؟ فرض شده. کتب علیکم به معنای فرض شده است بالای شما. همچنان آیت شریف است فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کسی از شما که در این ماه حاضر میشه سر این باید روزه بگیره. پس معلوم میشه که اگر کس قبل از این ماه میمره سر از این روزه فرض نیست. یا متوجه شدید که از ماه مبارک رمضان قبل از رمضان یک روز پیش فوت میکنه، پس بالای از روزه فرض نیست. چرا؟ روزه سر کسی است که در این ماه چی باشه؟ حاضر شده باشه، زنده باشه. خب دلیلش از احادیثی است. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اسلام به پنج اساس بنا شده است. پس اسلام چند بنا داره؟ 5 بنا داره. شهادت دادن به لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، ای که انسان بگه که لا اله الا الله محمد رسول الله، این بنای اول اسلام شد. دوم بنای اسلام چی است؟ خواندن نماز است. سوم بنای اسلام دادن زکات است. چهارم بنای اسلام حج است. و یکی از بنای دیگه اسلام چی است؟ روزه ماه مبارک رمضان است. پس از اون طفولیت وقتی که آدم در مکتب می باشه میگه 5 بنای اسلامی 5 چیز داره، نه؟ اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم حج خانه کعبه شریفه. پس روزه ماه مبارک رمضان بالای هر مسلمان چی است؟ فرض است و یکی از بناهای اسلام است نظر به این حدیث شریف. دلیل سوم چی است؟ اجماع امت اسلامی بر این است که روزه رمضان فرض می باشد و منکر آن کافر می باشد. پس چون این با آیت ثابت شده، به حدیث ثابت شده و در فرضیت دیگه هیچ شک نیست. این حال اگر کس از پیش شما سوال میکنه که اگر کسی از روزه ماه مبارک رمضان منکر میشه که میگه روزه هیچ فرض نیست، حکم از این چی است؟ که کافر میشه. به خاطر از اینکه این از حکمی که در شریعت اسلامی ثابت است از این چی کرده؟ سرکشی و انکار کرده. فرضیت روزه. اینجا موضوع دیگه هست که روزه چه وقت فرض میشه؟ روزه ماه مبارک رمضان، یعنی ماه مبارک رمضان چه وقت فرض شد، یعنی در همین حکمش چه وقت نازل شد. میگه روزه ماه مبارک رمضان در سال 2 هجری بالای مسلمانان فرض گردیده است. متوجه شدین؟ فرض شد.
خب زمان وجوبش چه وقت است؟ روزه رمضان تا زمان بالای کس فرض نمیشد که ماه مبارک رمضان نیامده باشد. یعنی مثلا ما و شما در روز قیامت از کدام روزه جواب میدیم؟ از همون روزی که او آمده و سر ما فرض شده. اما اگر مثلا یک نفر قبل از ماه مبارک رمضان فوت میکنه، پس بالای از این روزه چی است؟ فرض نشده و جوابگوی هم پیش الله جل جلاله در روز قیامت نیست. به همین سبب است که رسول الله صلی الله علیه و آله از روزه گرفتن یک روز یا 2 روز قبل از رمضان منع کرده است. از این خاطر رسول الله میگه که شما تا وقتی که سرتان روزه فرض نشده از دل خود سرتان فرض نکنین. یک نفر میگه من 2 روز پیش میگیرم روزه ماه مبارک رمضان، رسول الله چی میگه؟ لا یتقدمن احدکم بصوم یوم او یومین. کسی مثلا پیشی نکنه به روزه گرفتن 1 روز یا 2 روز، الا ان یکون رجل، مگر ای که مثلا یک شخص کان یصوم صومه فلیصوم ذلک الیوم. اما اگر یک نفر قبل از رمضان این ماه را مکمل خواسته که روزه بگیره، مثل که رسول الله صلی الله علیه و ماه شعبان مکمل به حساب روزه میگیره و خاطر چی؟ ثوابی. اگر کس ثوابی کل ماه را گرفته، بازی 1 روز 2 روز پیش روزه را به حساب نفلی میگیره برای زور حساب. اما کسی که روزه نمیگرفت، حالا 1 روز 2 روز به خاطر چی روزه میگیره؟ به خاطر از اینکه ما ماه مبارک رمضان قبلا روزه میگیرم، میگه بالا از این نیست، به خاطر از اینکه ماه مبارک رمضان وقت فرض میشه که انسان در ماه مبارک رمضان داخل شود.